روز بخیر مخلصان صمیمی باشگاه بارسلونا. بارسلونا ما دیشب با حساب کامل 3-0 از دسته بنفیکا شکست خورد. مخلصان بعد مغلوبیت از باواریا مشتاق غلبه بارسا بودند ولی اقلا یک گل دسته رو هم ندیدند. چنین به نظر میرسد که کومان دیده و دانسته بارسلونا رو شکست میدهد که برای استعفایش مکافات پولی گران رو صاحب شود. اما از کومان دیده خسیسته و زیرکتر باز لاپورتا است که اگر 10-0 بارسا مغلوب گردد لاپورتا باز یک ویدیو نشر کرده از مخلصان خواهش می‌نماید که ما با دستگیری شما نیاز داریم. با زمان سوالی که به جواب که در ویدیو پیشینه داده بودیم. تکرار میکنم این مسخره‌بازی تا کی دوام میکرده باشد؟ بارسلونا رو به کومانلندیا تبدیل دادن. هر کسی که شناسنامه گلندی دارد در هیئت اساسی است. ریکی پوش باشد گرچند که فرزند اوگای وان پرسی هم باشد به شناسنامه او را کومان همچون هموطنش قبول نمیکند. امروز درباره بازی شبینه پرتر گپ میزنیم. تصمیم‌چک‌های به خطری رو محکم کنید که دوامش بزه میگذارد. پیش از سر کردن باید خاطررسانی کنیم که سرپرستی برنامه‌های ما شرکت 1x میباشد. چون آنها پس از لیگ چمپیونان رقابت‌های لیگ اروپا برگزار می‌گردند و برای شوق‌ورتر کردن تماشاچی‌ها می‌توانید از 1x استفاده کنید. زیرا آنجا کوفیشنت‌های بلند پیشنهاد می‌گردند. در روی رجیستراسیون کنید و استفاده پروموکد بارساتیجی رو فراموش نسازید. زیرا با آن در اولین پرداخت تا $100 بونوس می‌دهند. ссылкаи بازی در کامنتاری این ویدیو. هیئت اساسی دسته رو با تاکتیک 3-5-2 کومان چنین انتخاب کرد. دروازه‌بان تر اشتگن، محافظتگران اراوخو، پیکه گارسیا، محافظتگران مرکزی پدری، بوسکتس، فرانکی دیونگ، از کنار راست سرخیو روبرتو و از کنار چپ سرژینو دست، حمله‌گران ممفیس دیپای و لوک دیونگ. الکی در دقیقه 3 بازی پدری در احاطه 3 نفر توپ رو در مرکز میدان گم میکنند و در نتیجه نونز از کنار چپ میدان با سوی دروازه بارسا شتاب نموده 1-1 گارسیا رو فریب میدهد و چپی دروازه تر اشتگن رو رخنه می‌سازد. در دقیقه 12 بازی ژرار پیکه با کارد زرد شوبانوکی نولازم جزا داده میشد و سر این مسئله بعدا برمیگردیم. دیپای در دقیقه 27 حالت خوبی گلزنی از کنار چپ داشت و با پای چپ ضربه زد ولی خیلی ضربه سوس و محافظتگر بنفیکا توپ رو با ضربه کنجی روان ساخت. 3 دقیقه بعد از این حمله بازم از کنار چپ فرانکی دیونگ بعد پرتاف از مرکز توپ رو صاحب گشته با سر به هموطنش لوک دیونگ پاس داد اما فرصت گل زدن رو استفاده کردن نتوانست. در دقیقه 33 بازی کومان ژرار پیکه رو عوض نموده با جاش گاوی رو همچون نیم محافظتگر مرکزی وارد میدان کرد. فرانکی دیونگ با جای پیکه محافظتگر مرکزی شد. قسم اولی بازی با حساب 1-0 خاتمه یافت. برمیگردیم با گل زده بنفیکا در اول بازی. پدری توپ رو در مرکز میدان گم کرد و از کنار چپ حمله به جانب دروازه ما دوام کرد. وقتی که گارسیا رو حمله‌گر بنفیکا فریب داد و کمی توپ رو از خود دورتر سر داد، پیکه همچون محافظتگر مرکزی برای پیشگیری کردن از ضربه باید آماده باشد. با وجود نونیز توپ رو از خود دور سر دادنش، پیکه حتی با سوی توپ ندویده و دستانش رو پس پشت کرده انتظار شد که رقیب کی ضربه میزند. در این حالت محافظتگر مرکزی با یک جایش توپ را هر چه زودتر از نزد دروازه دور می‌زد ولی با سبب‌های نامعلوم این کارو نکرد و بعداً کارت زرد نودرکار را صاحب گشت که الکی این شبهناک بود. خوشبختانه برای بنفیکا حمله‌گر ما لوک دیونگ است زیرا هنگامی با بارسلونا آمدنش او عینکارش را در سویل یا اینکه در گلندیا فراموش کرده است و با همین سبب پرتافت اولی فرانکی را با گل انجام دادن نتوانست. اما چنین حمله‌گر با کومان خیلی پسند بوده است و با گفته او ما از چنین حمله‌گر در بارسلونا نمیرسد. در دقیقه 33 کومان تصمیم میگیرد که پیکه رو عوض نماید. تصمیم درست زیرا پیکه دیده و دانسته به حد شبهناک بازی میکرد و اندکی مونده بود که کارت سرخ گیرد. اما با کدام عقل این کلاکدوی گلندی محافظتگران در کرسی احتیاطیش نشسته گاوی رو وارد میدان میکند همچون نیم محافظتگر مرکزی و فرانکی دیونگ رو که تمام حمله بارسلونا در این بازی از او وابسته بود محافظتگر مرکزی با جای پیکه میشود. با فکر شما کدام نمودی علف رو پیش از بازی کومان دود میداده باشد؟ مثل قسم اولی بازی در یک چند دقیقه الکی بنفیکا دو حالت 100% گلزنی رو استفاده کردن نتوانستند و تمام بازی رو بازم بنفیکا اداره میکرد گویا که بارسلونا یگام آوتسایدری پرتغالی باشد. در دقیقه 69 بازی فوتبالباز بنفیکا در جریمه‌گاه ما با پرتافت دیواریش تمام محافظتگران بارسلونا رو فریب داده با موقع ضربه‌زنی برآمدند که بعد رفع کردن ضربه یکم از جانب تر اشتگن ضربه الهاگی آنها
бо гол анҷом ёфт. Дар дақиқаи 77 дар даруни ҷаримагоҳ тӯб ба дасти Дест бархӯрд ва дувари марказӣ зарбаи 11-метра таъин намуд. Нунес бо зарбаи дақиқаш исои бозиро 3-0 кард. Дар дақиқаи 87 Гарсия бо гирифтани корти зарди дуюм аз майдон ронда гашт ва ҳамин тавр бозӣ ба анҷом расид. این شکست دوم شهروندوار بارسلونا در لیگ چمپیون‌ها محسوب می‌شود. برای هر یک غلبه و حتی مساوی در لیگ چمپیون‌ها برای دست‌ها مکافات پول‌های گران مقرر گردیده است. اما بارسلونا عین زمان بعد دو دور این مسابقات بدترین دسته به شمار می‌رود. در دو بازی دو شکست با حساب 6-0 در مجموع دارد و های یگان گل را به ثمر نرسانیده است. با زمین در دو بازی اقلاً یگان ضربه دقیق به دروازه رقیبان ندارد. حساب گل‌ها 0، حساب ضربه‌های دقیق 0 و این هم باشد دسته بارسلونای بزرگ که تصمیم دارد برای عنوان‌های قهرمانی مبارزه برد. رونالد کومان پیش از بازی با بنفیکا گفته بود که ما باید از روی حقیقت حرف زنیم. دیگرگونی که در بارسلونا رخ دادند اجازه نمی‌دهد که ما در شماره توپ کلوب‌ها جای داشته باشیم. با بنفیکا ما بسیار بازی مشکل را انتظار داریم زیرا طبیعت دسته‌های پرتغالی بازی را اداره کردن است و خط محافظه را زیادتر تکیه کردند. من فکرم کومان پیشکی علاقه بهانه‌ها رو تیار کرده و حتی وعده نداد که ما برای غلبه می‌رویم. چخیلی که لاپورتا پیش از بازی با کادیس گفت که آنها کوشش میکنند که کادیس رو مغلوب سازند. دیگر یگان مصاحبه نموده است که کومان از مشکل‌های بارسا یاد نآورد گویا که خودش تماما یگان مشکلی ندارد. ولی کومان راست میگوید ما باید حقیقت‌گو باشیم و حقیقت آن است که در 20 سال اخیر از کومان دیده مربی به وجدان رو بارسا ندیده بود. اکنون با این حال و احوال بارسلونا برای لیگ اروپا با دینامو کیف مبارزه میبرد و احتمالاً حتی از لیگ اروپا نیز محروم میشویم. این بود سخنهای من درباره بازی شبینه. شما میتوانید فکر و عقیده خود را در کامنتاری نویسید، اما فراموش نکنید دوستان در همه حالت بارسلونا را دوست دارید و کانال بارسا تیجی را دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما. با شما بود محمد گایروف. خیر در پناه الله.